هم یه قدمی بزنیم بخوابیم. نظرتون چیه؟ خیلی خوبه. بوم یعنی الان کوه رو بهتون نشون میدم، نگاه کوه کنید چقدر هوا تمیز شده بعد از این بارون. عجب هوایی. یه نم بارونم داره میزنه. خب از اونجایی که من سکوتو بیشتر ترجیح میدم، سعی میکنم سریعتر از این خیابونا رد شم برم داخل کوچه، بتونیم یکم خلوت کنیم. یه پیاده روی بیشتر میچسبه. نگفتید شما آخر هفته چی کار میکنید؟ نگفتید چی کار میکنید بچه ها؟ همون همه بارون و به بریم خونه یه ناهاری بخوریم. الان ساعت 3:30. من تازه 3:30 میخوام برم ناهارم بخورم. ولی خب همینه دیگه، زندگی همینه. خیلی هم قشنگه. هر چیز آن تایم سر وقت خودش اتفاق میفته. هر چیزی که باشه آن تایم سر وقت خودش اتفاق میفته و آدم نباید به
چیزا حتی فکر کنم. ولی به نادرشاه افشار باید فکر کنم. عجب شاه بزرگی بوده. من خودم خیلی دوستش دارم، باش حال میکنم. حالا اگه شد یه روز راجبش یه چیزی میایم دوره هم میخونیم، حالا ببینم چی میشه. بارون زده، همه چیز زنده شده. نم نم هم داره میزنه. خب فعلا تا بعد، خداحافظ.